سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 25 نوامبر همراه شما. پارلمان تاجیکستان قانونی را به تصویب رساند که صلاحیت‌های حکومت را ضمن انجام عملیات ضد تروریستی بیشتر می‌کند. در نشست مجلس نمایندگان در روز 25 نوامبر وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم را تصویب کردند که به مقامات قدرتی از جمله کمیته امنیت اجازه می‌دهد هنگام عملیات به ضد گروه‌های مسلح و تروریستی ارتباط تلفنی و اینترنت را در منطقه‌های عملیات قطع کند. قبول لایحه قانون پیشنهاد شده امکان می‌دهد که این بعد در جمهوری تاجیکستان تا به انجام رساندن عملیات ضد تروریستی در منطقه گذراندن آن فضای اطلاعاتی قانونی کشور و یا منطقه‌های جداگانه آن خبردار نگردد. حکومت تاجیکستان در گذشته هنگام عملیات‌ها به ضد گروه علی بیدکی و ملا عبدالله در وادی رشت در 5 سال پیش و ضمن عملیات در شهر خاروخ در سال 2012 ارتباط تلفنی را قطع کرد و اکنون برای این گونه عملکرد زمینه‌های قانونی فراهم ساخت. مقامات تاجیکستان میگویند امسال هزاران نفر فعالیت صاحبکاریشان را خاتمه دادند که علامت دیگری از بدتر شدن وضع اقتصادی کشور است. آژانس آمار روز 25 نوامبر با نشر آمار 9 ماه گذشته گفت از ماه ینور امسال تا ماه اکتبر 20,000 صاحبکار انفرادی پتنت و یا اجازه‌نامه‌های صاحبکاریشان را به اعتبار کردند. عامل‌های گوناگون از جمله بالا رفتن ارزش دلار نسبت به سامانی، افزودن فایز قرض‌های بانکی و پایان رفتن قدرت خریداری مردم سبب ترک پیشه کردن صاحبکاران شده است. رئیس شورای علمای تاجیکستان از جوانان کشور خواست به مذهب خود ارج و احترام بگذارند و به رویه‌های دیگر دینی از جمله مذهب شیعه 12 امامه پیروی نکنند. سید مکرم عبدالقادر زاده روز 24 نوامبر در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت در مذهب حنفی که تاجیکان پیرویان هستند هیچ گونه به قول او عمل بیرون از شریعت وجود ندارد و گرایش به مذهب‌های دیگر برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد می‌کند. گروه‌های بدخواه چی در افغانستان، چی در پاکستان، چی در دیگر دولت‌هایی که نامور کردم، عراق و دیگر حالا می‌بینیم که شیعه اثناعشری می‌رود مسجد سنی ها رو می‌ترک کند و سنی ها می‌رود مسجد شیعه اثناعشری رو می‌ترک کند و این یکی از نقطه‌های حساس و نازکی درگیری بین مسلمان ها شده است. ما از این نقطه نظر تأکید کردیم که جوانان محترم به همون مذهب اجدادی خود توجه داشته باشند. با گفته رئیس شورای علمای تاجیکستان در گذشته حادثه‌هایی بودند که جوانان تاجیک بنابر اختلاف سر مسائل مذهبی از جمله مسئله شیعه و سنی گریبان همدیگر را گرفتند و قضیه آنها را مقامات انتظامی حل کردند. مصاحبه کامل با سید مکرم عبدالقادر زاده در وبسایت azadi.org. مقامات تاجیکستان از قرار مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل یونسکو استقبال کردند که 3 پیشنهاد کشور برای تجلیل 3 جشنواره در سطح بین الملل را پذیرفت. اول همین ماه یونسکو قرار کرد که 1250 سالگی حکیم ترمیزی، 100 سالگی غفار ولامتزاده کارگردان فیلم اپرا و 1150 سالگی فیلسوف زکریای رازی دانشمند فارس و تاجیک در سطح بین الملل تجلیل شود. در کنفرانس 38 یونسکو در شهر پاریس در اول همین ماه شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان سخنرانی کرد. مقامات تاجیکستان میگویند حالا برنامه‌های گرامی داشته خاطره این دانشمندان در سالهای 2016-2017 را آماده می‌کنند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.